عرض سلام دارم خدمت علاقمندان عزیز. در این مبحث به تجزیه و تحلیل مدار هیدرولیک یک نمونه پرس پرداخته شده است که بهتر میدونم ابتدا اجزای این مدار هیدرولیک را معرفی بکنم. از موتور الکتریکی شروع میکنیم که کوبل شده با پمپ از نوع جابجایی مثبت هست، یعنی پمپ قدرتی هست و همچنین جابجایی ثابت که با فرض دور موتور الکتریکی اگه ثابت باشه میتونیم یک دبی ثابتی را در خروجی پمپ در نظر بگیریم. به عنوان مثال برای اینکه صحبت هایی که میکنیم از حالت کاربردی تری برخوردار باشه، بعضی از در واقع مشخصه ها را به عنوان مثال عددی براش در نظر میگیریم. فرض کنیم که دبی تولیدی پمپ هم 20 لیتر بر دقیقه باشد. خط مکشش نشون داده شده در ارتباط با مخزن روغن. در مسیر خروجی پمپ یک شیر اطمینان قرار داده شده. البته شما در قسمت های دیگه این مدار هم یک المانی با یک چنین نمایش سمبولیکی ملاحظه میکنید، به طوری که اینجا هم از فرمی مشابه این برخورداره و در این قسمت هم همینطور. بنابراین اجازه بدین ما این نوع شیرها را همونطور که میدونین در ابتدا با عنوان شیر کنترل فشار معرفی بکنیم. منتها با توجه به اون نقش عمل کردی که در مدار دارند عنوان خاصی را به خودشون میگیرند. به عنوان مثال اینجا این شیر کنترل فشار در واقع نقش عمل کردیش به عنوان شیر اطمینان هست که اجازه نمیده فشار خط از یه حدی بیشتر بشه. در اینجا هم برای اینکه باز یک مقدار کمی را به عنوان مثال خدمتتون داشته باشیم، فرض کنین که در رابطه با این مدار پرس چه فک پرس نشون داده شده، ما نیازمند فشار 200 بار هستیم برای پرسکاری مورد نظر، پرس کردن اون قطعه. بنابراین میدونیم که میشه شیر اطمینان را 15% بالاتر تنظیم بکنیم. مثلا فرض بکنیم که 230 بار ستینگ یا سطح تنظیمی این شیر اطمینان باشه، یعنی اجازه نمیده که فشار خط در مقابل بار مقاوم از 230 بار بیشتر بشه. ولی این شیر کنترل فشاری که در این قسمت ملاحظه میکنین که از یک نمایش سمبولیک مشابه این برخورداره، با توجه به نقش عمل کردی که داره عنوان شیر متعادل کننده را به خودش گرفته. یعنی میتونیم دقیق تر اینطور بگیم شیر کنترل فشار از نوع متعادل کننده، که بعداً در تجزیه و تحلیل مدار که در واقع صحبت بیشتری را خواهیم داشت این نقش عمل کردی را هم توضیح بیشتری در موردش خواهیم داد. یا مثلا این شیر کنترل فشار را با نام شیر ترتیبی عنوان کردیم. خب این بر اساس اون وظیفه‌ای که در مدار به عهده داره در این جایگاه از مدار میگیم شیر کنترل فشار از نوع ترتیبی. پس بنابراین بعد از توضیحی که در مورد شیرهای کنترل فشار در 3 نوع داده شد، میرسیم به شیر کنترل جهت که مدیریت میکنه بر جهت جریان روغن. همطور که میدونین این یک شیر 4 راهه 3 وضعیتی تحریک دستی هست که در هر وضعیت میتونیم اون را قرار بدیم. وضعیت مرکزیش حالت مرکز باز هست، یعنی اینکه اون مجاری که به عنوان 4 راهه عنوان میکنیم یا 4 تا پورت یا مجرا مطرح میکنیم که یکیش تانک هست، یکیش خط فشار هست و 2 مجرای A و B عنوان
جریان میکنیم، اگه شیر در وضعیت مرکزی باشه تمام مجاری را به هم متصل کرده و به تانک وصل کرده. ولی دو وضعیت دیگه هم این شیر میتونه داشته باشه که اشاره میکنه به وضعیت ارتباط در حالت موازی و در حالت ضربدری که میدونیم باز هدف اینه که در این کاربرد چه مربوط به یک پرس هیدرولیک هست بتونیم اون را به طرف پایین بیاریم برای انجام عملیات پرسکاری و بتونیم به طرف بالا ببریم و اینکه اگه در وضعیت مرکزی هم شیر قرار داده شد بتونیم اون را در وضعیت‌های میانی به حالت توقف نگه داریم. بعد از شیر کنترل جهت و شیر کنترل فشار نوع متعادل کننده روبرو هستیم با یک شیر یک طرفه که اجازه عبور جریان از چپ به راست داده نمی شود، ولی در صورت که جریان بخواد از راست به چپ عبور بکنه از این المان نمیتونه عبور بکنه، از شیر یک طرفه عبور میکنه و خودشو در مسیر در واقع پیش رو قرار میده. از دیگر المان هایی که اینجا میتونیم بهش اشاره بکنیم یک شیر یک طرفه ای هست که مجهز به خط فرمان هست و اگر جریان تمایل داشته باشد از بالا به طرف پایین حرکت بکنه، یعنی مسیر جریان از بالا به پایین باشه، این که میگیم مسیر جریان یعنی فشار بیشتر را ما در قسمت بالا داشته باشیم، کاهش فشار یا فشار کمتر را در قسمت پایین داشته باشیم، این شیر یک طرفه باز میکنه. اصلا لزومی هم نداره که خط فرمانش فشاری داشته باشه چون رونده طبیعی عمل کردش اینه که باز بکنه. ولی اگر زمانی لازم باشه که جریان روغن از قسمت پایین چک والو به مخزن هدایت بشه بدون وجود فشار در این خط فرمان این اتفاق نمیفته، عملیاتی نیست. لذا وقتی که این خط فرمان فشار پیدا میکنه میتونه این سوپاپ شیر یک طرفه را عقب نگه داره و اجازه عبور جریان از پایین به طرف بالا را هم بده. یه نکته‌ای که در این مدار مورد نظر لازمه روش تاکید داشته باشم اینه که معمولا در بسیاری از سیستم‌های هیدرولیکی ما یک مخزن روغن داریم که برای اینکه مدار ساده تر هم بشه، مثلا اگه فرض کنین ما یه مخزن روغن داریم که اینجا نشون داده شده، اینها هم در واقع اتصال به همین مخزن مورد نظر هستند. یعنی شما ببینید علامت ارتباط با مخزن را ما در قسمت‌های مختلف نشون دادیم، مثل این اینجا و این قسمت، همه اینها هدایت میشن به اون یه مخزن مورد نظر. منتها چرا همه خطوط رو نمیارن به این مخزن متصل کنن؟ میخوان در واقع مدار حالت پیچیده‌ای پیدا نکنه، ولی متوجه این مفهوم هستیم. در این مدار پرس توجه داشته باشین که غیر از اون مخزنی که در پایین قرار گرفته ما یک مخزن هم در ارتفاع داریم. یعنی این مدار پرس هیدرولیک دارای دو مخزن هست، یک مخزن در پایین و یک مخزن در ارتفاع که اینجا نشون داده شده. موضوع دیگه ای که تو این قسمت به عنوان مقدمه لازمه خدمتتون بگم اینه که پرس هیدرولیک تشکیل شده از یک سیلندر اصلی که قسمت تمام قطرش را دارم خدمتون نشون میدم، سمت میل پیستون هم اینجا ملاحظه میکنید و دو تا در واقع سیلندر جانبی را هم شامل میشه که اصطلاحاً میگیم ساید سیلندر، که هر کدوم از این سیلندرهای جانبی هم یه قسمت تمام قطر داره، یه قسمت سمت میل پیستون داره که خطوط به این صورت
که نشون داده شده به هم دیگه وصل شدن. من لازمه این نکته را هم خدمتون بگم، در مدارهای هیدرولیک وقتی که خطوط هیدرولیک با هم ارتباطی ندارن، اتصالی بینشون وجود نداره، به صورت پل نمایش داده میشه. ولی اگه قرار اتصالی بین خطوط برقرار باشه، استاندارد اینه که یه نقطه توپر در اون محل اتصال قرار میدیم. یعنی قشنگ اینجا نشون داده شده که سمت تمام قطر سیلندر جانبی در ارتباط و اتصال با این لاین یا خطی هست که شما ملاحظه میکنی. ولی اینجا مثلا این خط فرمان ارتباطی با این خط نداره و از روی اون عبور کرده و رفته به اون شیر یک طرفه مجهز به خط فرمان در واقع ارتباط پیدا کرده. در بحث پرس ها با توجه به وظیفه‌ای که این شیر یک طرفه داره، چه شیر بزرگی هم هست، اصطلاحاً شیر پرکن هم بهش میگن یا پریفیل والو، چه وقتی من توضیحات بیشتر را در رابطه با عمل کرده المان ها خدمتون بگم متوجه میشین که این عنوان شیر پرکن یا پریفیل دقیقاً به مصداق اون وظیفه‌ای که به عهده داره. بنابراین پرس هیدرولیک که فک پرس هم نشون داده شده یک سیلندر اصلی داره و 2 سیلندر جانبی داره. قبل از اینکه من بخوام به ادامه بحث بپردازم، یک نکته مهمی را در رابطه با پرس ها لازمه خدمتون بگم. پرس ها به این صورت معمولا عمل میکنن که ببینید ما به هر حال در رابطه با یک پرس نیروی پرسکاری زیادی را نیاز داریم، لذا اون سیلندر اصلی سطح مقطع بزرگی را برخوردار هست که وقتی فشار ایجاد شده در مقابل بار مقاوم بر روی این سطح مقطع عمل بکنه، بتونه نیروی پرسکاری قابل توجهی را به وجود بیاره. بنابراین پرس ها اگر کورس به طرف پایین این پرس را در نظر بگیرین، فرض کنین که اون قطعی که قرار تحت نیروی پرس قرار بگیره اینجا قرار گرفته و قرار این به طرف پایین حرکت بکنه، چه اصطلاحاً میگیم کورس رفت خودش را. در کورس حرکتی به طرف پایین 2 حالت را میتونیم در نظر بگیریم. حالتی که هنوز به قطعه کار برخورد نکرده، چه اصطلاحاً میگیم این قسمت از طول کورس بخش غیر قدرتی پرس هست، ولی وقتی که به قطعه کار برخورد میکنه و به اون قطعه که لازمه تحت نیروی پرس قرار بگیره، یعنی فک پرس در تماس با اون قطعه قرار میگیره، از اونجا به بعد را ما عنوان میکنیم در واقع کورس قدرتی پرس. در جهت اینکه مطالبی که عنوان میکنیم کاربردی تر بتوند مورد استفاده قرار بگیرد، من بعضی از تنظیمات یا در واقع مقادیر را به عنوان مثال گفتم. فرض کنین مثلا دبی خروجی پمپ 20 لیتر بر دقیقه باشد، فشار مورد نیاز برای پرسکاری 200 بار باشد، بنابراین با 15% بیشتر سطح تنظیمی این شیر اطمینان را 230 بار در نظر بگیریم. این علامتی که شما میبینید پیکان 45 درجه روی این فنر، یعنی اینکه این شیرهای کنترل فشار قابل تنظیم هستند. و فرض بکنین، البته قبل از این که بخوام سطح تنظیمی این را هم روش صحبت بکنم، اجازه بدین این نکته رو بگم که این شیرهای کنترل فشاری که هر 3 نوع اینجا نشون داده شده اصطلاحاً میگیم نورمال کلوزد هستن یا در شرایط نورمال بسته هستن، منتظرن تا فشار خط فرمانی که اینجا نشون داده شده به سطح تنظیمی برسد و از حالت بسته به حالت باز قرار بگیرد. مثلا این شیر کنترل فشار از نوع اطمینان وقتی فشار به 230 بار میرسه تمایل به باز شدن پیدا میکنه و دیگه از اونجا به بعد نمیذاره فشار در واقع بالاتر بره. بنابراین این را هم میخوام در نظر بگیرین که فرض بکنید سطح تنظیمی این شیر کنترل فشار که به عنوان شیر ترتیبی شناخته شده را ما بنا به فرض 5%
50 بار در نظر بگیریم. من یک نکته دیگه را هم خدمتون بگم. وقتی صحبت از تجزیه و تحلیل یک مدار هیدرولیک میکنیم، یعنی اینکه ما با علائم سمبولیک اجزا یا المانهای هیدرولیکی آشنا باشیم، ساختمان داخلی و اصول کار اونها را آگاهی داشته باشیم بهش، ضمن اینکه وقتی کنار هم قرار میگیرن بتونیم بفهمیم که نقش عمل کردی هر کدوم از اینها در مدار به چه صورت هست. اگر به یک چنین شناختی برسیم که اصول عمل کرده مدار را آشنا باشیم با تمام المان ها هم، چه به طور جداگونه چه وقتی که با هم در یک مدار هیدرولیک کنار هم قرار میگیرن، در واقع اون تعامل و عمل کردی که با هم دیگه در جهت رسیدن به اون هدف کاربردی مدار در واقع دنبال میشه، اونجا هست که دیگه ما میتونیم اگر مشکلی پیدا بشه هم بتونیم به طور منطقی برطرفش بکنیم. پس بنابراین من قصد دارم که در ادامه این مدار هیدرولیک پرسی که مد نظر هست را به طور جداگونه در هر کدوم از وضعیت‌های شیر کنترل جهت مسیرهای جریان را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدم و چه در وضعیت مرکزی، چه در وضعیت موازی و چه در وضعیت ضربدری. البته میدونیم هم که این وضعیت‌ها مربوط به حالت‌های مختلف عمل کرده پرس هست، یعنی پایین اومدن پرس در مرحله غیر قدرت، ادامه حرکت پرس به طرف پایین تو بخش قدرتیش برای پرسکاری لازمه اون قطعه مورد نظرمون و نهایتاً برگشت فک پرس به طرف بالا و متوقف نگه داشتن اون در وضعیت بالا و این سیک دوباره بتونه تکرار بشه. این چه هر کدوم از این المان ها در هر کدوم از این وضعیت های عمل کردی شیر کنترل جهت چگونه ایفای نقش میکنن تا اون هدف کاربردی به طور صحیح عملیاتی بشه، این لازمش اینه که ما یک بررسی داشته باشیم روی مسیرهای جریان روغن و نقش عمل کردی هر کدوم از این المان ها نظیر حالتهای مختلف شیر کنترل جهتی که ملاحظه میکنیم. پس از تجزیه و تحلیل مدار نظیر حالتهای مختلف شیر کنترل جهت، سوالاتی را هم قصد دارم در واقع مطرح بکنم که اگر در واقع پاسخ صحیحی به اون سوالات داده بشه میتونه در واقع اطلاعات خوبی را برای شما به همراه داشته باشد در جهت اصول بهره برداری صحیح، رفع اشکال منطقی و تعمیر و نگهداری اصولی سیستم. مفهومی که در رابطه با عملکرد پرس‌های هیدرولیک لازم میدونم یک تأکید دیگری روش داشته باشم پیرو صحبت‌هایی که شد، اینه که در پرس‌های هیدرولیک ما لازمه که در کورس غیر قدرتی از حرکت سریع پرس برخوردار باشیم، ولی وقتی به کورس قدرتی مورد نظر میرسید اونجا سرعت شکل‌دهی کاهش پیدا بکنه، یعنی عملاً فک پرس با سرعت کمتری حرکت بکنه. ضمن اینکه فک پرس نیازه که در برگشت به طرف بالا هم از سرعت سریع و لازم برخوردار باشد. پس این را در نظر داشته باشین که الگوهای مختلفی برای یک چنین هدف کاربردی در رابطه با پرس ها مطرح هست که این یک نمونه از اون هست و با آرایشی هم که در واقع ملاحظه میکنین که یک سیلندر اصلی و دو سیلندر جانبی را هم شامل میشه در جهت محقق شدن همین هدف کاربردی هست، یعنی حرکت سریع به طرف پایین وقتی به قطعه کار برخورد میکنه سرعت حرکتش آهسته بشه و وقتی قرار است به طرف بالا هم حرکت بکنه بتونه باز سریع به طرف بالا برگشت پیدا کند.
اگر شیر کنترل جهت در وضعیت مرکزی قرار بگیرد، به طور که هر 4 تا مجرا یا پورت این شیر را به مخزن روغن پایین متصل بکنه، میخوایم ببینیم که چه شرایطی بر عمل کرده این پرس حاکم هست. لازمه که خدمتون بگم خط مکش، خط تخلیه به تانک، فشار پایین، فشار متوسط و فشار بالا با خطوط رنگی مشخص شدن که بتونن در بیان مفهوم مورد نظر در واقع بهتر موضوع را انتقال بدن. وقتی که مکش صورت میگیره و پمپ داره کار میکنه، روغن تولیدی پمپ که همون 20 لیتر بعد دقیقه‌ای هست که به عنوان مثال صحبتش را داشتیم، با وضعیت مرکزی شیر کنترل جهت که روبرو میشه مستقیما به مخزن هدایت میشه. یعنی این میرسونه که هیچ گونه بار مقاومی پمپ در مقابل خودش در واقع نمیبینه. پس بنابراین فشاری هم ایجاد نمیشه و ما میبینیم که کلیه خطوطی که در ارتباط با مخزن هستن به عنوان فشار تخلیه به تانک با رنگ آبی نشون داده شدن که اگه این خطوط را الان دنبال بکنیم میبینیم که این خط در واقع ارتباطش به تانک هست، بنابراین فاقد فشار هست. یعنی اینکه قسمت بالای سیلندرهای جانبی، یعنی سمت تمام قطر سیلندرهای جانبی، از طریق این خط یا لاینی که ملاحظه میکنین میبینین که فاقد فشار هستن. و ضمن اینکه چون این شیر کنترل فشارم صحبت کردیم به عنوان شیر ترتیبی عنوان شد با توجه به عمل کردش و سطح تنظیمیش هم 50 بار بیان کردیم به عنوان مثال، میبینین که این شیر هم باز نمیشه و همچنان به حالت نرمال بسته قرار داره. اما اگه توجه کنیم به لاینی که در قسمت بالای سیلندر اصلی یعنی فک پرس قرار داره، چون این مخزن در ارتفاع قرار داره و علامت سمبولیکش هم نشون میده در ارتباط با اتمسفره، بنابراین میبینیم که با توجه به وضعیت عمل کرده این شیر یک طرفه، چون در واقع این خط فرمانش هم فاقد فشاره با توجه به ارتباطی که شما میبینید اینجا از این طریق متصل به مخزن. پس بنابراین ما توی این لاین هم که قسمت تمام قطر سیلندر اصلی پرس هست فشار نداریم و همه این خطوطی که به رنگ آبی نشون داده شده نشون دهنده اینه که در واقع در ارتباط با مخزن هستن و فاقد فشار می باشن. اما مسئله‌ای که هست اینه که الان ما تو قسمت پایین سیلندرهای جانبی با فشار پایین روبرو هستیم. اینجا هم یک شیر کنترل فشار نرمال بسته هست که به عنوان شیر متعادل کننده در واقع ایفای نقش میکنه. خب ببینین اگر مسیر تخلیه در واقع سمت میل پیستون سیلندرهای جانبی باز باشه که عملا ما با حرکت سقوطی فک پرس روبرو خواهیم بود، ولی چون این شیر کنترل فشار هم یک سطح تنظیمی برای خودش داره، بنابراین اجازه نمیده که در شرایطی که وزن فک پرس میل پیستون و پیستون اون و همچنین وزن در واقع پیستون و میل پیستون سیلندرهای جانبی تمایل دارن که فک پرس به طرف پایین ببرن، اینجا با یک وضعیت مسدودی روبرو میشن به خاطر سطح تنظیمی این شیر کنترل فشار و عملا هم این چک وال هم که اجازه عبور جریان نمیده. پس بنابراین ما میبینیم که میتونیم الان تایید کنیم که اگر اجزا سالم باشن و مشکلی وجود نداشته باشه، فک پرس در شرایطی که شیر کنترل جهت در وضعیت مرکزی قرار داره در واقع در یه حالت توقف است و اون بالا نگه داشته شده و از نظر سطوح فشارم چه خطوط رنگی دقیقا مشخص میکنه که هر قسمت از مدار از چه سطح فشاری برخورداره و ما در واقع با مشکل روبرو نیستیم در نگه داشتن
داشتن فک پرس در واقع اون بالا چه قرار گرفته و قرار است بعداً به طرف پایین حرکت کنه. فعلا در وضعیت توقف عمل کرده پرس در حالت که شیر در وضعیت مرکزی هست مورد تایید می باشه. اگر شیر کنترل جهت در وضعیت موازی قرار بگیره، خروجی پمپ هدایت میشه به خطی که در واقع داره نشون داده میشه و میدونیم این خط به چه قسمت هایی داره جریان روغن را هدایت میکنه، یعنی میبره در بالای سیلن های جانبی قرار میده، ضمن اینکه میاد در واقع به سمت شیر ترتیبی. توجه داشته باشین که ما در سیستم های هیدرولیک وقتی که پمپ با بار مقاوم روبرو بشه در واقع متناسب با بار مقاوم تولید فشار میکنه. پس خاطرتون هست که من حرکت فک پرس به طرف پایین را به دو بخش تقسیم کردم. یکی قسمت غیر قدرتی، یعنی اون بخشی که هنوز به قطعی که لازم پرس بشه نرسیده و اون زمانی که درگیر قطعه میشه برای اعمال نیروی پرسکاری مورد نظر، نیروی پرسی که باید برش اعمال بشه. پس بنابراین الان شما فرض کنین همینطور هم هست، این رنگی که من اینجا نشون داده شده مربوط به فشار متوسط باشد و مثال عددی هم که رو سطح تنظیمی این شیر کنترل فشار زدیم این بود که سطح فشار تنظیمی 50 بار را برخوردار باشه، یعنی اگر فشار به 50 بار برسه در این صورت این میتونه باز بشه. خب با فرض این که فک پرس به طرف پایین که حرکت میکنه و هنوز به قطعه کار برخورد نکرده، فشار زیر 50 بار باشد، خب شما تایید میکنین که این شیر کنترل فشار باز نمیشه، یعنی اون 20 لیتر بر دقیقه دبی خروجی پمپ از این مسیر میاد و فقط سمت سیلن‌های جانبی را در واقع شارژ میکنه، سمت تمام قطرشا. بنابراین چون این سیلن‌های جانبی از سطح مقطع کوچکتری نسبت به سیلندر اصلی برخوردار هستند، وقتی که 20 لیتر بر دقیقه خروجی پمپ فقط وارد سیلن‌های جانبی میشه، لذا فک پرس با سرعت مورد نظر، منظورم اون سرعت بالای مطلوبیه که نیاز داریم، به طرف پایین حرکت میکنه. نکته ای رو باید در نظر بگیریم، این که وقتی که به هر حال سیلن‌های جانبی از طریق میل پیستون فک پرس را به طرف پایین حرکت میدن، عملاً پیستون و میل پیستون سیلندر اصلی را هم دارن به طرف پایین حرکت میدن. بنابراین ما نیازمند روغن در قسمت بالایی سیلندر اصلی هستیم و اگه این روغن مورد نیاز تأمین نشد، ما با کاهش فشار روبرو خواهیم بود و درگیر پدیده کاویتاسیون خواهیم شد. پس به هر میزان و سرعتی که دارن سیلندرهای جانبی به طرف پایین حرکت میکنن و جا خالی در این قسمت ایجاد میشه، باید امکان پر شدن این فضای خالی ایجاد شده با روغن وجود داشته باشه. اینجا هست که مشخص میشه چرا ما یک مخزن را غیر از اون مخزن پایین در ارتفاع قرار دادیم، به خاطر اینکه اون در ارتفاع قرار گرفتن اون هد و فشار لازم را برخوردار باشد که در واقع بتونه روغن جریان پیدا بکنه به سمت سیلندر اصلی در این قسمت و به هر میزان جا خالی ایجاد میشه بتونه سریع روغن مورد نیاز را تأمین بکنه و ما با مشکل کاویتاسیون روبرو نشیم. و چون که فشار در بالای چک والو به خاطر وجود مخزن ارتفاع روغن
روغن و ارتفاعی که قرار گرفته بیشتر از فشار در قسمت پایین دست چک والو هست، چون در قسمت پایین چک والو عملا وقتی که فک پرس با سرعت به طرف پایین میره ما با کاهش فشار روبرو میشیم، یعنی فشار بالا دست بیشتر از فشار پایین دست هست. این اختلاف پتانسیل فشاری باعث جریان یافتن روغن از بالا به پایین به داخل سیلندر اصلی میشه و ما از این بابت هم مشکلی نداریم. اما در مقابل حرکت فک پرس به طرف پایین مطابق با شرایطی که الان خدمتتون عرض کردم ما میبینیم که امکان تخلیه روغن از سمت میل پیستون سیلندرهای جانبی وجود نداره از این طریق، چون چک والو مسیر را مسدود میکنه. پس مجبوره که این شیر کنترل فشار که قبلا در حالت توقف فک پرس نقش ایجاد در واقع تعادل را ایفا می کرد و حالت متعادل نگه می داشت فک پرس را برای محقق کردن حالت توقف و به همین دلیل هم بهش میگیم شیر متعادل کننده. ولی در این حالت که روغن اعمال فشار میکنه ولی هنوز به قطعه کار برخورد نکرده باید اجازه تخلیه روغن از سمت میل پیستون سیلندرهای جانبی داده بشه تا بتونه به طرف پایین بیاد. پس باعث میشه که پمپ این قدرت لازم رو هم داشته باشه که بر ستینگ این شیر کنترل فشار از نوع متعادل کننده غلبه بکنه و این را باز بکنه و وقتی باز شد اجازه تخلیه روغن داده بشه تا از این مسیری که شما ملاحظه میکنین در حالت موازی امکان تخلیه به مخزن در واقع وجود داشته باشه. پس اصطلاحاً ما میگیم که در مقابل حرکت رو به پایین فک پرس در شرایطی که الان داریم صحبتش را میکنیم یک فشار مقاوم اضافی مقابل در واقع در سیلندرهای جانبی ایجاد میشه در واقع مخالفت با حرکت که این اسم این فشار مقاوم را بک پرشر میذاریم یا فشار پس زنی که در واقع مقاومت میکنه در مقابل حرکت، ولی به هر حال پمپ قادره که با فشار لازم این شیر را باز بکنه و اجازه تخلیه داده بشه و فک پرس با سرعت به طرف پایین حرکت بکنه. الان برای اینکه به مرحله بعد وارد بشیم، مرحله بعد حالتیه که فک پرس داره به طرف پایین ادامه حرکت میده و به قطعه کار در واقع برخورد میکنه، یعنی در واقع یه مقاومت اضافی جلوی خودش در واقع تجربه میکنه. اینجا هست که فشار افزایش پیدا میکنه چه تو قسمت بعد خدمتون توضیح خواهم داد. الان فرض بفرمایید که فک پرس سریع به طرف پایین اومد و به قطعه کار برخورد کرد. خب طبیعتاً فشار در خروجی پمپ افزایش پیدا میکنه، یعنی در این لاینی که نشون داده شده، ولی الان دیگه فشار متوسط نیست، فشار بالاتری هست. منظورم از فشار بالاتری یعنی درگیر شدن با قطعه به منظور اعمال در واقع نیروی لازم جهت پرسکاری باعث میشه که ستینگ این که گفتیم به عنوان مثال 50 بار هست را رد بکنه. اون موقع در مرز 50 بار این شیر کنترل فشار باز میشه و جریان روغن خروجی پمپ علاوه بر این که به قسمت تمام قطر سیلندرهای جانبی هدایت میشه، از مسیر این شیر کنترل فشار هم وارد قسمت تمام قطر سیلندر اصلی پرس میشه. بنابراین الان اینجا مشخصه که تا زمانی که فشار پایین بود و ما نیاز به سرعت بالا داشتیم این شیر کنترل فشار باز نمی کرد، ولی وقتی که به قطعه کار برخورد میکنه و مقاومت در واقع مقابل فک پرس افزایش پیدا میکنه و فشار خط در واقع خروجی پمپ افزایش پیدا میکنه که میتونه بر این 50 بار غلبه بکنه و این از حالت نرمال بسته به حالت باز
در واقع تغییر وضعیت میده، این باعث میشه که در واقع نقش این شیر اینه که یک ترتیبی را در واقع اجازه میده که عملیاتی بشه، یعنی میگذاره تا صبر میکنه تا فشار افزایش پیدا بکنه، باز شه. به همین دلیل به این شیر کنترل فشار میگن شیر کنترل فشار نوع ترتیبی. با باز شدن شیر ترتیبی خروجی پمپ که 20 لیتر هست، هم سیلندهای جانبی را پوشش میده، هم سیلند اصلی را، و چون در واقع سطح مقطعی که روغن وارد شده به واسطه سیلندر اصلی افزایش پیدا کرده، عملا سرعت حرکت فک پرس کاهش پیدا میکنه، ولی به تبع اون چون سطح مقطع افزایش پیدا کرده، فشار هم متناسب با مقاومت بار جهت اعمال نیروی لازم برای پرسکاری تا زیر سطح تنظیمی شیر اطمینان در واقع افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین حاصل ضرب فشار ضرب در سطح مقطع قابلیت اعمال نیرو توسط فک پرس را مشخص میکنه و عملا میبینیم که در وضعیتی که همچنان شیر کنترل جهت در حالت موازی قرار داره ولی فک پرس به قطعه کار برخورد میکنه و فشار میره بالا، شیر ترتیبی باز میشه، عملا خط فرمان شیر پرکن هم فاقد فشار هست و به طور طبیعی چون قسمت پایین شیر پرکن فشار بالا در واقع بالاتر هست و خط فرمان هم فشار نداره، شیر پرکن به حالت بسته قرار میگیره و اجازه نمیده که روغن به مخزن بالا تخلیه بشه و ما تو این مرحله وارد کورس قدرتی خواهیم بود که فک پرس میتونه نیروی لازم را بر روی قطعه اعمال کنه. البته همچنان در مسیر تخلیه روغن از سمت میل پیستون سیلندهای جانبی ما اون بک پرشر را به خاطر وجود شیر متعادل کننده پیش رو داریم، ولی به هر حال پمپ با اعمال فشار لازم توی قسمتی که داریم نشون میدیم میتونه این شیر را هم باز بکنه و اجازه تخلیه روغن داده بشه و در کورس قدرتی هم بتونه همچنان مجموعه فک پرس که متصل به میل پیستون‌های سیلندهای جانبی و در واقع خود سیلندر اصلی بتونه اجازه حرکت به طرف پایین را داشته باشد. البته میدونیم در این حالت وقتی که فک پرس روی قطعه کار اونقدر فشار وارد بکنه که فشار در واقع اونقدر به طرف در واقع قطعه حرکت بکنه و فشار افزایش پیدا بکنه، نهایتا میدونیم که شیر اطمینان روی 230 بار باز میکنه و اجازه نمیده فشار بیشتر از این مقدار بشود. در این مرحله هست که فک پرس روی قطعه متوقف میشه ولی نیرویی اعمال میکنه که در واقع فشار 230 بار را بر روی سطح مقطع هایی که قرمز رنگ هست اعمال میکنه که از حاصل ضرب این دو مقدار میتونیم یک ارزیابی از نیروی اعمالی به قطعه توسط فک پرس نیز داشته باشیم. در حالتی که پرسکاری صورت گرفته و نیاز فک پرس به طرف بالا حرکت بکنه، شیر کنترل جهت را در وضعیت ضربدری قرار میدیم. میبینیم که روغن خروجی پمپ از مسیری که شیر کنترل جهت در واقع مدیریت میکنه هدایت میشه به خطی که با رنگ قرمز نشون داده شده. در این حالت
از مسیر شیر کنترل فشار متعادل کننده نمیتوند عبور بکند، ولی به راحتی چک والو را باز میکند و میاد در واقع جریان روغن خودشو میرسوند به سمت میل پیستون سیلندهای جانبی تا بتونه به کمک سیلندهای جانبی فک پرس به همراه خود پیستون و میل پیستون سیلند اصلی را به طرف بالا حرکت بده. ولی شرط بالا رفتن فک پرس اینه که در این قسمت چه نشون داده شده از سیلندر اصلی امکان تخلیه روغن وجود داشته باشد. با توجه به وضعیت ضربدری شیر کنترل جهت میبینیم همزمان در این وضعیت خط فرمان شیر یک طرفه هم از فشار لازم برخوردار میشه تا بتونه چک والو را یا شیر پرکن را به حالت باز نگه دارد تا در بالا رفتن تا در حالتی که قرار فک پرس به طرف بالا حرکت بکنه تخلیه روغن در این قسمت امکان پذیر باشه که به طرف مخزن بالا هدایت بشه و ما در بالا رفتن فک پرس با هیچ مشکلی روبرو نشیم. البته شیر ترتیبی هم چون که سطح فشاری که توی این خط وجود داره به سطح تنظیمیش نمیرسه، چون این خط در ارتباط با تانک هست، عملا به حالت بسته بودنش هم مشکلی ایجاد نمیکنه و ما میبینیم که فک پرس با در واقع سرعت مطلوب به طرف بالا حرکت میکنه. سرعت مطلوب را از این نظر میگم که در بالا رفتن هم از یک حرکت سریع برخوردار هست، چون که 20 لیتر بر دقیقه خروجی پمپ مستقیما میاد و باز سیلندهای جانبی را تغذیه میکنه که چون این سیلندهای جانبی سیلندهای کوچیکی هستند میتونه سرعت بالایی را در بالا رفتن فک پرس در واقع ایجاد بکنه. با توجه به شناختی که نسبت به عملکرد مدار پیدا کردیم میشه سوالاتی را هم مطرح کرد که پاسخگویی به آنها بتونه نکات مفیدی را در رابطه با اصول صحیح بهره برداری، رفع اشکال منطقی و همینطور تعمیر و نگهداری به همراه داشته باشد. سوال اول، فهمیدیم که در این مدار دو مخزن روغن وجود داره، یکی در پایین و یکی در ارتفاع. سوال اینه که بعد از یه تعدادی از سیکل عملیاتی که صورت پذیرفت آیا ارتفاع روغن در داخل این مخزن تغییر میکنه یا نمیکنه؟ پاسخ شما میتونه یه حالت این باشه که بگین بله بعد از چند سیکل ارتفاع روغن در این مخزن کم میشه. خب بنابراین نیاز به در واقع اضافه کردن روغن هست، چون بعد از یه تعداد زیادی اگه قرار باشه تو هر مرحله مقداری کم بشه عملا تخلیه میشه دیگه. این یک پاسخه. یه پاسخ میتونه این باشه که نه، ارتفاع روغن این مخزن تغییری نمی کند و مشکلی ما نداریم. یه حجمی که روغن درش قرار داشته باشه میتونه به سیکل در واقع عملیاتی خودش در واقع ادامه بده و ما با مشکلی روبرو نشیم. یه حالت هم اینه که بگین که ارتفاع روغن در این مخزن زیاد می شود. خب عملا اگر این اتفاق بیفته ما با حالت سرریز روبرو خواهیم بود، که در این حالت هم شما باید پاسخ بدین که پس چه اقدامی لازمه که از در واقع ریزش روغن و اون سرریز به محیط پیرامون جلوگیری بشه. پس بسته به این که شما چه پاسخی به این سوال بدین اون راهکار مناسب هم باید در نظر بگیریم، ولی مهم اینه که پاسخ صحیحی برای این موضوع در واقع پیدا کنیم.
سوال دوم این که اگر در حالتی که شیر کنترل جهت در وضعیت مرکزی قرار گرفته را در نظر بگیریم، میدونیم که فک پرس باید به حالت ثابت در موقعیت خودش قرار بگیرد. اگر در این شرایط ما شاهد این باشیم که فک پرس داره به طرف پایین حرکت میکنه، نشستش را شاهد باشیم، چه قسمت یا قسمت هایی از این مدار هیدرولیک میتونه یک چنین مشکلی را سبب بشه. سوال سوم، در حالتی که شیر کنترل جهت در وضعیت ضربدری قرار میگیرد، ما باید شاهد حرکت فک پرس به طرف بالا باشیم. اگر در این حالت این اتفاق نیفته، یعنی فک پرس به طرف بالا حرکت نکنه، در صورتی که منطقاً باید حرکت رو به بالا را داشته باشد، ولی ما شاهد توقف فک پرس باشیم، چه بخش یا چه قسمت یا قسمت هایی از این مدار هیدرولیک میتونه باعث یک چنین مشکلی بشود. سوال چهارم، در حالتی که شیر کنترل جهت در وضعیت موازی قرار میگیرد و شیر ترتیبی هم باز شده، قطعاً با مثالای عددی که قبلا زدیم گفتیم که خب فشار میتونه بالا بره برای پرسکاری لازم و نهایتاً به 230 بار برسه. نهایت نیروی پرسکاری که میتونیم داشته باشیم نظیر سطح تنظیمی شیر اطمینان بود که به عنوان مثال فرض کردیم 230 بار. اگر ما نتونیم به نیروی پرسکاری مورد نظرمون برسیم، در واقع در حالت که شیر کنترل جهت در این وضعیت قرار داره و شیر ترتیبی هم باز شده، ولی ما به اون حد اکثر نیروی مورد نیاز برای پرس اگه نتونیم دست پیدا بکنیم، چه قسمت هایی از پرس میتونه ما را با یک چنین مشکلی روبرو کنند. سوال پنجم، با توجه به نقش عملکرد شیر کنترل فشار نوع متعادل کننده، بر اساس چه منطقی میتوان سطح فشار تنظیمی مناسب برای این شیر را به دست آوریم؟ سوال ششم، با توجه به اصول صحیح بهره برداری، پورت یا مجرای سمت میل پیستون سیلندر اصلی از چه حالتی برخوردار است؟ یعنی آیا میتواند مسدود باشد یا بایستی از طریق یک لاین ارتباطی به نقطه‌ای دیگر از مدار متصل شود، یا مثلا آزاد باشد، یعنی اجازه تخلیه هوا به آن داده شود؟ کدام یک میتواند صحیح باشد؟